جناب آقای نظام حسین با جماعت زیارت شریف هم عرض توسل همه قابل فیض سوندن انشاءالله که از همه شما هم قبول باشید. محفل مجلس تعطیل خانه نیمروز از قرآن کریم از همین لحظه انشاءالله آغاز خواهد شد و من خواهیم شد از بین قرائت آیات کلام و امروز هم از برنامه یحیی نیمروز از قرآن کریم رو همه با هم قرائت خواهیم کرد. مجلس داره آماده میشه برای فیض و بهره بیشتر شما عزیزان. بزرگواری که بخوان استفاده ببرن محبت کنن تشریف بیارن جلوتر و تا تلاوت آیات جناب الله آغاز نشده به احترام قرآن رو نظم و ترتیب بدن تا احترام جناب الله حفظ بشه. امروز هم با حضور دو تن از قرآن قرآن کریم جناب حجت الاسلام و جای یعقوبی و جناب آقای محمدی نیمروز از آیات شریفه کلام الله رو قرائت خواهیم کرد و ثواب قرائت این آیات قرآنی رو هم هدیه کنیم به محضر ولی نعمت حضرت رضا علیه السلام. آیاتی رو که قرار از قرائت کنیم رو خدمت شما عزیزان خواهد گفت که فیض و بهره ببرید و انشاءالله که بهره‌مند باشید. امیدواریم که انشاءالله همه ما از قاریان و عاملان با آیات شریفه کلام الله باشیم. به ذکر